3 تا از بهترین سیدهای ماینکرافت رو بهتون نشون بدم. اول میان چیکار میکنین؟ میان اینجا اینترنتتون رو روشن میکنین. بعد میزنین روی این دکمه نوشته کریت نیو ورد، دکمه سبزه میزنین. نمیاد. خب بعد دوباره یه بار دیگه هم میزنید روی این. اینجا میزنید کریتیو پیسفول. بعد میان ادوانکد میزنید. بعد یه گزینه هست تمپلیت. بزنن یه دکمه رو روشن کنم. بزن میگم تمپلیت کدومه. اینو میزنین. بعد اینجا بهترین سیدا رو بهتون نشون میده. از جمله پیلیجر اد پوست اهد. مگه پیلیجر اد پوست نبود؟ یا مثلا استرانگل هولد. یه عالمه از سیدای خوب. تراین چمپرز، پلیت گاردن، یه عالمه از سیدای خوب. به نظرم از همه بهتر کوستال ویلیجه. توی این ویلیج جلویتون 4 تا آرمور داره. توی بلک اسمی داشت یه دونه شلوار روحانی با یه دونه کفش روحانی با شمشیر. اونی که بلک اسمیته 3 تا طلا با 5 تا obsidian داره با یه دونه شلوار و با کفش روحانی. اگه دنبال مثلا چیزای ارزشمند مثل دایموند اینا هستین، اسنو ویلیج رو بهتون معرفی میکنم. میان این تو میزنین، میبینین که یه همچین جایی اسپان میشین. همین جلوی یه ویلیجه. توی این نه یه جا دیگهش. البته میبینین که این ویلیجه برفیه. کنارش هم میدونن چیه دوستان؟ بله، پیلیجر اوت پوست. یه دونه آیرن گولم هم زندانی شده به شانسش با چند تا علی یا علای. خب من مختصرم روشن کردم. بعد میان از این ویلیجه میرین یه ویلیج دیگه. همینو صاف ادامه میدین. بعد اگه به این جنگل رسیدین میزنین لوکیت استراچر ویلیج. این میگه اون ویلیج کدوم بره دقیقا. این بری بود. البته به این مختصر میرین. تازه اینجا یه دونه چی هم هست، چی میگم بهش، ندر پورتال. توش هم اینا هست. یه دونه گلدن اپل با بقیه‌شون که خودتون میدونید. این همون ویلیج است که بهتون میگفتم. این قسمت نه توی این خونه یا تو اون خونه. وقتی این که نداره بکنم ببخشید. این بود. وقتی میانین تو اینو باز میکنین میبینین که بله 3 تا دونه الماس با دونه آرمور خورس با دونه پلنگ آهنی و یه دونه کلاه ایمنی. این بود از سیر خوب. گفتم 3 تا. خب بقیه هم بهتون نشون میدم. یا مثلا
کوستال. اونم بهتون میگم چجوری داخلش. خب این همون کوستال ویلیجه. همین جلو یه دونه ویلیج خوبه. بعد توی این بلک میته اونه که میگفتمه اینا توشه. توی این 5 راهن، یه دونه شلوار و یه دونه کفش و دونه شمشیر آهنی. اینی که بلک اسمیته کنار اینی کیه، یعنی این ولی بلک اسمیته، اینو میگم. توی این ایناست 5 تا 3 تا 5 اینا توشه. اینو میتونی مثلا توی هاردکور بازی کنی که مثلا دوستتون ازتون نکنه شلوار و کفشتون ازتون بگیره. ولی بعدش اینه که ممکنه obsidian و طلا رو ازتون بگیره. بعدش اینه اینی که سید خوب که میخوام بهتون بگم شماره 3 استرانگل هولده. وقتی میرین داخلش این دوتا رو میزنیم، بعد میرین داخلش میبینین که داخل یه دونه ویلیج اسپان شدین. این بغل توی آب به نظرتون چیه؟ یه احتمالی توی این آکشن مانیومنته. حالا وقتی میرین رو حالت اسکیپکاتور اینو بزنین میبینی که دستتون نیست. بعد میتونین برید زیر زمین این کارو کنین. اینجا یه دونه استرانگل هولده، اون بغل میدونه کتابخونه، اونجا میدونه چست، اینجا میدونه اسمش یادم نمیاد. شما تو کامنت ها به من بگین. بعد این بغل فکر کنم قبلا دیدم یه دونه اینجا ویلیج بود. اینجا ویلیجی که اصلا ویلیج نیست، ویلیجر توش اصلا نیست. اینجا یه دونه چست زومبی ویلیجر حتما بهشون حمله شده. اینجا یه دونه پورتال بود. اونجا یه دونه گولد بلاد توی چسته نمارم بهتون میگم چیه. اینا هست یه بین با آمبرکینگ 2 چند تا فیلین گندن اپل فویر چرج. خب بچه ها این بود از بهترین سید های خوب ماینکرافت. خدا نگهدار.